سارا سرور دختر هنگامه در شفاخانه‌ای در کانادا. دلیل دیوانه شدن سارا سرور چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی سارا سرور که اصلا باورتان نخواهد شد. دلیل جدایی سارا سرور از نامزد ترکش فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سارا سرور دختر خانم هنگامه یکی از هنرمندان جوان کشور بوده است که این روزها با استعداد خارق‌العاده خودش در میان جوانان افغانستان شهرت و محبوبیت رسانه‌ای خوب پیدا کرده بود. سارا سرور علم و هنر موسیقی را از مادر و پدر بزرگوارش آموخت. وی کارهای هنری بیشماری تاکنون با مادرش یک جا انجام داده است که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفته است. سارا سرور بزرگ شده کشور کانادا می باشد و تحصیلات دوره لیسه‌اش را در کانادا به اتمام رسانید و در رشته مقدس معلمی تحصیلات عالیش را به اتمام رسانید. سارا سرور 3 سال قبل با یک پسر ترک که در کانادا زندگی می کرد نامزد شد. نامزدی سارا سرور با این پسر در صفحات مجازی غوغاهای بیشماری را به همراه داشت. اما جدیداً تصاویر سارا سرور در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در حالت بد روحی و روانی در شفاخانه‌ای در کانادا بستری است و به دلیل نامعلومی از نامزد ترکش جدا شده است. خانم هنگامه از تمامی دوستداران و طرفداران صدایش طلب دعا برای شفایاب شدن دختر نازنینش کرده است. ما هم از خداوند لایزال صحت کامل برای این بانوی هنرمند خواهانیم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران سارا سرور به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.